سلام، مرتضی هستم. اگر کودکتان یک جسم خارجی مثل لوبیا یا نخود داخل بینیش کرد و رفت توی حفره بینیش و شما نتونستین با دست درش بیارین، راه حل مناسبش استفاده از یک لوله خودکار خالیست. به این صورت این مطلقات رو در میارین. اگه فرزند تو این سوراخ بینیش لوبیا رو کرده، توی سوراخ خالی است، تو این قسمت به این مدل میذارین و از این قسمت فوت میکنین و معمولا لوبیا یا نخود از این بینی پرت میشه بیرون و نیازی نیست که برای ساکشن ببرید بچه رو بیمارستان، مگه که نیاز باشه، مگه که دیگه در نیاد، یا مثلا سنگ باشه که وزنش سنگین باشه و نتونیم از سوراخ بینی درش بیاریم. گفتن یک ترفند سلامتی داشته باشید و روزتون رو خراب نکنید برای این موضوع. با تشکر.